أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که ما و شما از کتاب زبان عربی 15 درس گرفتیم و حالا بنده میخواهم درس 16 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السادس عشر، یعنی درس 16. درس 16 به مثل درس های گذشته کلمه های نو دارد برای حفظ کردن. اولا باید این کلمه ها حفظ کرده شود. صاحب کتاب میگوید دارون. دارون یعنی حولی، دار میشود حولی. دورون حولی ها، دارون حولی، دورون حولی ها. دارون مفرد است، دورون این جمع هست، حولی ها. بعد از این میگوید ساحتون. ساحتون یعنی ساحه حولی، یعنی اطراف حولی. جمع ساحتون جمع مؤنث سالم می شده است، می گفتیم ساحاتون، یعنی ساحه ها، اطراف های حولی. بعد از این میگوید ممحاتون. ممحاتون یعنی خط کرکنک. ممحات خط کرکنک که با قلم می نویسی و خطا و غلط کردی باز اون را میشه که کرش میکنی، از بین میبریشه. همون آلتی که اون را از بین میبرد نامش ممحات است به زبان عربی. جمعش میشود مماحن. مماحن. مماحن یعنی خط کرکنک ها. مماحن همچنین غیر منصرف است و این تنوینی که در پایانش میبینید مماحن، این تنوین عوض عن الحرف است. اصلش مماحی یوه، یا دارد. اون یا را حذف کردیم و مماحن به جای یای محذوفه این تنوین رو آوردیم. این تنوین رو نامش تنوین عوض عن الحرف است، یعنی تنوینی از جای حرفی حذف شده است. تنوین در زبان عربی بسیار هست، اما در اینجا از جای اون حرفی حذف شده است. مماحن یعنی خط کرکنک ها. بعد از این میگوید ریشتون. ریشتون پیرا، یا اون در زمانهای پیش اسبابی بود که در داخلش رنگ رو میریختی و بعد مینویستی، و مثل روچکه‌ای که حاضر مثلا خودش داخلش رنگ دارد، اما پیشترا خوی میکردی جای رنگ ریزی بود، رنگ دازی بود، یا در رنگ ترش میکردند و مینویستند. همون رو ریشتون میگویند. و همچنین ریشتون در سری همون پر، در زمانهای پیش مثلا پر رو میگرفتند، پر رو و در سرش یک آهنک رو میزدند برای نوشتن. همون در سری همون پر میزدگی آهنک رو همچنین ریشتون هم میگوید. اما در اینجا ریشتون همون خود همون پر بگیم، قطعا آهنش یا جویه، روچکه های زمان قدیم بگیم میشود. روچکه های زمان قدیم، زیرا که حاضر دیگر این روچکه از بین رفت، زیرا که اونها با رنگ در رنگ تر میکردن مینویستن، یا رنگ رو جا داشتن رنگ رو میریختند و مینویستن. پس جمعش میشود ریشاتون، جمع مؤنث سالم، یعنی روچکه های بسیار یا پیراها. این را در زمان کودک بودیم برامون تعلیم داده بودن، پیرا میگفتن، اما پیرا نمیدونم به زبان فارسی باشد یا به دیگر زبان، نمیدونم اصلش چی است. بعد از این میگوید یرکضو. یرکضو یعنی میدود، فعل مضارع است. یرکضو یعنی میدود. فعل ماضیش رکضا.
رکض یعنی دوید، یرکض یعنی میدود. فعل امرش می شود ارکض یعنی بدو. بعد از این یلعب، یلعب یعنی بازی میکند. وی مرد بازی میکند، یا در اولش که دارد دلالت به وی مرد میکند و یک مرد. یلعب بازی میکند و یک مرد یا و یک پسر. فعل ماضیش میشود لعب، لعب بازی کرد وی پسر. یلعب بازی میکند وی پسر. فعل امرش میشود العب بازی بکن تو پسر. اگر زن رو میخواهی بگویی پس این یا رو در جاش ت میمانی، میشود زن، یعنی تلعب بازی میکند وی دخترچه. تلعب بازی میکند وی دخترچه. بعد از این میگوید ارکض، ارکض بدو. چطوری که پیشتر گفتیم یرکض میدود، ارکض بدو. اگر که میخوای زن رو بگویی پس میگوی ارکضی، یا در آخرش میمانی و حرف ضاد رو کسره میتی، میشه زن. ارکضی یعنی بدو تو دختر، تو زن. بعد از این العب، العب چطوری گفتیم یلعب بازی میکند، العب بازی بکن، العب بازی بکن تو جوان پسر. اگر زن رو بگوییم میگیم العبی بازی بکن تو دختر. بعد از این میگوید فی ساحت الداری یعنی در اطراف حولی، در ساحه حولی، اطراف حولی. بعد از این میگوید فی ساحت المدرستی یعنی در اطراف مدرسه، در اطراف مکتب، یا در ساحه مدرسه، در ساحه مکتب. پس این هست کلمه های نوی درس 16. اینها اولا حفظ کرده شود، بعد میخونیم کلمه های حوار درس 16 را. صاحب کتاب در این حوار چنین این حوار رو آماده کرده است از کلمه های نو که حالا خواندیم و از کلمه های در درس های گذشته خونده بودیم. میگوید این الکلب یعنی در کجاست سگ، سگ در کجاست. دقت دادید؟ این الکلب، این اسم زمان، اسم استفهام از مکان است، یعنی در کجاست، جای سگ کجا است. میگوید فی ساحت الداری یرکض یعنی در ساحه حولی میدود. فی ساحت الداری یرکض در ساحه حولی میدود. یعنی اصلش الکلب فی ساحت الداری یرکض یعنی سگ در ساحه حولی است میدود. یرکض جمله فعلی، پس میگوییم حال از کلب است، یعنی حالش همین است که میدود، در حال دویدن هست، اما جایش در حولی است، در اطراف حولی است. پس فی ساحت الداری بگیم جار و مجرور متعلق به کائنون، خبر مبتدای محذوف، مبتدا الکلبو است. از کجا فهمیدیم الکلبو است؟ از سوال این الکلبو فی ساحت الداری. پس فی ساحت الداری خبر مبتدای محذوف باشد. یرکض چی است؟ یرکض این جمله فعلی میگوید حال است، در محل نصب حال از کلب است، یعنی در حال دویدن است، میدود سگ. بعد از این میگوید این التلمیذ در کجاست شاگرد، در کجاست شاگرد پسر. در جواب میگوید هو فی ساحت الداری یلعب یعنی وی در ساحه حولی، در ساحه فی ساحت المدرستی در اطراف مکتب یلعب بازی میکند. دقت بدید هو مبتدا است، فی ساحت المدرستی متعلق به کائنون، جار و مجرور متعلق به کائنون، خبری هو است، خبری مبتدا. یلعب چی است؟
یلعبو جمله فعلی میگوید حال از هو است، حال از ضمیر است یا حال از تلمید است، از شاگرد. یعنی شاگرد در حال بازی کردن هست. بعد از این میگوید لمن هذه الممحات، از کی است این خط کرکنک؟ لمن از کی است؟ جار و مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم. هذه الممحات، هذه مبتدا مؤخر، الممحات بدل از هذه. هذه الممحات، این خط کرکنک از کی است؟ من برای عاقل است. از کی است این خط کرکنک؟ میگوید هی لاخی، وی از برادر من است. هی یعنی ممحات. ممحات مؤنث کی است؟ از این حساب هی رو آورد. میگوید که وی از برادر من هست. باز میگوید لمن تلک الریشة، از کی است آن پیرا؟ آن روچکه بگوییم، آن روچکه. از کی است آن روچکه یا آن پیرا؟ لمن جار و مجرور متعلق به کائن، خبر مقدم، تلک مبتدا مؤخر، الریشة بدل از تلک. لمن تلک الریشة، از کی است آن پیرا؟ میگوید که هی لاختک، وی از خواهر تو است. ریشه تو ببینید آخرش تی مؤنث دارد، برای خاطر هی میگوید یعنی وی، یعنی همون پیرا. لاختک از خواهر تو است. بعد از این میگوید ای التلمیذ یکتب دروسه بالریشة، یعنی که شاگرد می نویسد، شاگرد پسر، یکتبو می نویسد شاگرد پسر، دروسه درسهایش را، بالریشة با پیرا. التلمیذ یکتب دروسه بالریشة، شاگرد می نویسد درسهایش را با پیرا. بعد از این میگوید ما فی محفظتک، چیست؟ ما استفهامیه برای غیر عاقل گفتیم. چیست فی محفظتک، در سونکه تو؟ چیست در داخل سونکه تو؟ در جواب میگوید فیها کتب و دفاتر و اقلام و اوراق و ممحات. میگوید فیها یعنی در سونکه، ها برمیگردد به محفظه، یعنی فی المحفظه، یعنی در داخل سونکه، کتب کتاب ها است. کتب جمع کتاب، کتاب ها است. و دفاتر، دفاتر صیغه منتهی الجموع، تنوین قبول نمی کند، جمع دفتر. و دفترها است، این واو عاطفه شده ایستاده است. و اقلام، اقلام جمع قلم، و قلم ها است، این واو همچنین واو عاطفه است. و اوراق، و ورق ها است، اوراق جمع ورق است. و ممحات، و یک دانه خط کرکنک است. ممحات رو جمع نآورد زیرا که یک تا خط کرکنک داشته است. پس میگوید فیها کتب و دفاتر و اقلام و اوراق و ممحات، یعنی در داخل سونکه کتاب ها است و دفترها است و قلم ها است و ورق ها است و یک دانه خط کرکنک است. می شود اصل را تکرار بسیار نکنیم، بگیم که در داخل وی کتاب ها و دفترها و قلم ها و ورق ها است و یک دانه خط کرکنک است. بعد از این میگوید من یلعب فی البیت، کی بازی میکند در خانه، در داخل خانه؟ من کی برای عاقل، اسم استفهام برای عاقل. کی بازی میکند؟ یلعبو بازی میکند، وی مرد رو پرسیده ایستاده است. فی البیت در خانه. میگوید ابنک الصغیر، پیسری تو خرد. ابنک الصغیر، ابنک در اینجا فاعل است. ابنک یعنی در اصل یلعبو ابنک الصغیر، یعنی بازی میکند فرزند تو خرد. فرزند خرد، فرزندت خرد یا فرزند خردت. ابنک
فرزند تو. الصغیرو صفت از ابن است. ابنک معرفه شد با سبب اضافه به حرف کاف، با سبب اضافه معرفه شد. الصغیرو رو برای خاطر با الف لام نوشتیم. الصغیرو صفت از ابنک می باشد. بعد از این میگوید من یرکض فی الساحة الدار، یعنی کی میدود در ساحه حولی. من یرکض فی الساحة الدار، کی میدود در ساحه حولی. دقت بتید، من برای عاقل است. یرکض میدود، وی فی الساحة الدار در ساحه حولی. میگد بنتی الکبیرتو، دختری من کلان، یعنی دختری کلانی من، دختری کلانم، یعنی میدویدگی دختری کلانم هست. پس در اینجا بنتی خبر مبتدای محذوفش بگیم. الکبیرتو صفت از بنت است، یعنی دختری من. کدامی دخترم؟ دختری کلانیم. دقت دادید؟ پس در اینجا همچنین ابنک را بهتر خوبتر بگید خبری مبتدای محذوف. یعنی یک کس میگه من یلعب فی البیت، کی بازی میکند در خانه. وقتی میگوی ابنک الصغیرو یعنی پیسر خردی تو، این ابنک خبری مبتدای محذوف است. اصلش هو ابنک الصغیرو، وی پیسری تو خرد است، یعنی پیسر خردی تو است که بازی میکند. دقت دادید؟ در اینجا میشود هو را مبتدای محذوفه بگیرید. در اینجا هم همچنین، در اینجا لیکن هی را بگیرید، بگید هی بنتی الکبیرتو، یعنی وی هم میدویدگی دختری من، دختری کلانی من است. بعد از این میگید ادخل الحجرة من هذا الباب، یعنی داخل بشو حجره را از این در، داخل بشو در حجره از این در. ادخل فعل امر است. این کسره که در آخرش میبینید کسره عارضی است، کسره اصلی نیست. الحجرة این مفعول به است. من هذا الباب از این در. بعد از این میگوید اشرب الشای بالکوب و انا اشرب القهوه بالفنجان، یعنی که بینوش، اشرب بینوش، این کسره عارضی است، از اشرب ساکن بود، فعل امر است. اشرب الشای بالکوب، بینوش چای را با استکان. و انا واوی عاطفه نیست، واوی استئنافیه است. و انا اشرب القهوه بالفنجان، و من می نوشم قهوه را با پیاله. دقت دادید؟ بینوش میگه چای را با جام، یعنی با استکان، و من می نوشم کافه را با پیاله. با پیاله کافه را می نوشم. بعد از این میگوید یا ولدو خذ القلم واکتب دروسک. میگوید که یا ولدو، ای پسر. یا حرف ندا، ولدو اسم مفرد که بود مبنی علی الضم شد. یا ولدو، ای پسر. خذ القلم، بگیر قلم را. خذی ذال کسره عارضی است، کسره اصلی نیست. خذ القلم، بگیر قلم را. واکتب دروسک، و بنویس درس هایت را. واکتب و بنویس. اینجا در الف را نمیخونیم. برای چی همزه را نمیخونیم؟ به خاطر آنه که این همزه وصلی است، در درج کلام ساقط می شود. واکتب دروسک، و بنویس درس هایت را. پس این هست حوار درس 16 از کتاب تعلیم زبان عربی. و این درس را در اینجا به پایان میرسانم و یک شما را تا درس آینده به الله حنان و منان مسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.